به نام خدا. حکایت دانش ناقص و عواقب آن. یک روزی که از دانشمندان درس حکمت می گفت و درباره عدالت سخنرانی می کرد و در ضمن سخن برای روشن شدن مطلب داستانها و مثالها یاد می کرد. می گفت همانطور که در برابر قانون اجتماعی همه مردم مساوی و یکسان هستند، در قانون طبیعت هم همه چیز مساوی و یکسان است و وزن و ارزش هر چیزی در جای خودش با وزن و ارزش چیزهای دیگر یکی است. شب و روز هر دو از این جهت که اندازه وقت و زمان را معلوم می کند یکسان است. سرما و گرما هر کدام به یک اندازه در زندگی انسان به کار می آید و هر چیزی وقتی به یک اندازه معین و معلوم به کار برده شود سودمند است. ارزش هر چیزی را باید به یک اندازه شناخت و در تمام کارها عدالت و مساوات را باید رعایت کرد. اتفاقاً یک آشپز بی‌سواد و ساده دل در میان شنوندگان حاضر بود که در خانه دانشمند طباخی می‌کرد. طباخ عامی وقتی این حرفها را شنید با خود گفت: از قراری که استاد میگوید همه چیز با هم مساوی است و وزن و اندازه هر چیزی باید یکسان باشد، پس من هم باید در آشپزیم عدالت و مساوات را رعایت کنم، به یک اندازه مواد را داخل هم بریزم. و چون آن روز گفته بودند آبگوشت زیره بپزد، برای اینکه مطابق دستور حکمت رفتار کرده باشد، از آنچه در پختن آبگوشت لازم بود، از گوشت و نخود و زیره و نمک و پیاز و آب و ادویه همه را به یک وزن مساوی در دیگ ریخت و چون پخته شد در ظرفی ریخت و پیش استاد برد. استاد گفت: این چیست که پخته ای؟ طباخ گفت: این آبگوشت زیره است استاد. استاد گفت: آخرین چه آبگوشتی است که آبش تمام شده، گوشتش خشک شده، از شوری چون خاک شوره‌زار و از تیزی و تندی پیاز و زیره و ادویه بدبو و بدمزه و دل‌آزار است. مگر اندازه هر چیزی را فراموش کرده ای طباخ؟ طباخ گفت: نه استاد، فراموش نکردم. من همیشه آب را 3 برابر گوشت و نمک و ادویه و پیاز را خیلی کم می‌ریختم، ولی امروز مطابق دستور حکیمانه شما خواستم حکمت و عدالت را به کار برده باشم و همه چیز را به یک اندازه ریخته باشم. استاد گفت: ای نادان، من کی گفتم همه را به یک اندازه مساوی بریز؟ طباخ گفت: شما در سخنرانی امروز گفتید که وزن و ارزش هر چیزی به جای خودش با چیزهای دیگر مساوی است و در همه کارها عدالت و مساوات را باید رعایت کرد. من هم همین کار را کردم استاد. استاد گفت: بله، من این را گفتم هر چیزی به جای خودش، اما نگفتم همه چیزها در همه جا باید مساوی باشد. مقصود من این بود که مثلا برای پختن یک خوراک آبگوشت ارزش یک کاسه آب با ارزش 2 مسقال نمک مساوی است و اگر هر چیزی به یک اندازه معلوم در جای خودش به کار برده شود، عدالت و مساوات رعایت می شود. طباخ گفت: آری، درست میگویید، من این را نفهمیده بودم. من چند کلمه عدالت و مساوات را شنیدم و شنیدم که گفتید ارزش همه چیز مساوی است. استاد گفت: بله، تو حقیقت مطلب را نفهمیدی و اگر تمام علمها و هنرها به همین آسانی و با شنیدن چند کلمه حاصل میشد، همه مردم تا الان دانشمند بودند. اما من از حکمت سخن میگفتم و دستور طباخی نمیدادم و نتیجه دانش ناتمام و علم ناقص همین آبگوشت است که امروز میبینی.